سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه نشست خبری تشکیل نمود. در این نشست سفیر علیرضا حقیقیان پیرامون سقوط چرخبال که بر اثر آن رئیس جمهور سعید ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این کشور به هلاکت رسید صحبت کرد. جناب آقای رئیسی اعلام کردند به استراحت در پایتخت تاجیکستان به دنیا اعلام کردند اینکه پیشرفت و امنیت تاجیکستان پیشرفت و امنیت ایران است و این چراغ راه فعالیت‌های دو کشور بوده و هست و در آینده هیچ خللی تو روابط دو کشور ایجاد نمیشه، بلکه بهتر و گسترده‌تر هم یقینا خواهد شد. مخصوصا ذکر گردید که در زمان حکومت پرزیدنت سعید ابراهیم رئیسی روابط دو کشور تاجیکستان و ایران از نو به مسیر پیشین و عنعنوی خود برگشت و باز هم تقویت یافت. بعد از برآمد سفیر قاسم بیگ محمد خبرنگار تاجیک خبرگزاری فارس دایر به حوادث تروریستی سال گذشته در ایران که شهروندان تاجیکستان متهم تشکیل آن شدند پرسید و از سفیر شرح بیشتر خواست. اصلا اونها را ما اتباع تاجیکی نمیدونیم، اونها را یک عناصر تروریستی میدونیم که در حالت دست سرویس‌های خارجی به ویژه سرویس‌های امنیتی آمریکا و صهیونیست هستند. مراسم ویدا با رئیسی و همراهانش روز پنجشنبه در شهر تهران برگزار شد. در آن پرزیدنت ها و راهبران عالی چندین دولت از جمله رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز اشتراک نمود. امامعلی سعیدزاد از یپلوس